و حالا نوبت میرسه به یک آگهی بازرگانی با شرکت حاج آقا علاف‌الدوله برای تبلیغ تسبیح با یک خاطره کف برون. ما میدیدیم حاج آقا همش تسبیح دستشه. سر درس که جای تسبیح نیست که دیگه، باید بذار تو جیبت. ایشون تسبیح همینجور نگه می‌داشت. این زیارت عاشورا که خونده بود تو خونه، لعنشو که تو راه میگفت، حالا اینقدر از لعن و تو راه موفق شده اومدن ازش سوال کردن دیگه، تا اینجا بیشتر نگفته. این نگه می‌داشت که لعنش رو بعدم بگه. هم داشت تسبیح رو به ما نشون بده که تسبیح دستون باشه، ذکر.